می توانید تفاوت‌هایی بین دستگاه‌ها را مشاهده کنید. مینی، کیت V4 قدیمی و کیت V4 جدید. تفاوت اصلی بین کیت‌های V4 جدید و قدیمی در سرعت است. کیت‌های جدید واقعاً سریع‌تر هستند. دستگاه‌های V4 جدید و قدیمی برای سفارش در آمریکا و بریتانیا در دسترس هستند. دستگاه مینی برای سفارش در استرالیا، اروپا و کشورهای آسیایی طراحی شده است. من این دستگاه را پیشنهاد می‌کنم چون بسیار سریع‌تر از مدل دیگر است. دستگاه قوی‌تر ما در 2 نسخه عرضه می‌شود. مینی فاقد وایفای و پریز برق است. می توانید آن را با فندک خودرو، پاوربانک یا برق شارژ کنید. دستگاه اصلی نیاز به یک مکان ثابت دارد و دیش آن باید روی سقف نصب شود. این دستگاه وایفای را تا شعاع 200 متر ارائه می دهد. ویژگی مینی قابل حمل است و برای ماشین، قایق یا کوله پشتی طراحی شده. اگرچه سرعت آن کمتر است، اما هر هفته بهبود می یابد. ما هر دو دستگاه را بر اساس نیاز شما ارائه می دهیم.